چهره علیرضا حقیقی رو می‌بینید، دروازه‌بان خوب تیم ما. از این ور هم یارو شماره 23 و سوت آغاز بازی که با حدود 40 ثانیه تأخیر زده میشه و سفیدپوشان ایران در مقابل آبی‌پوشان هند بازی خودشون رو شروع میکنن. با شماره 10 وحید امیری بود که صاحب توپ شد، یه لحظه اشتباه میکنن، دوباره حرکت از یارو از راه دور که ضربه رو میزنه ولی فاصله خیلی زیادی داره. میتونستیم به هر حال در مرحله بعدی به جایی که در نیمه نهایی با عربستان بازی کنیم با چین بازی کنیم و شرایط با تیم‌های دیگه بازی کنیم، شرایط اون بهتر بشه. شاید سخت‌ترین بازی گروه ما در مقابل عمان باشه. یه حرکت خوب، فرصت برای تیم ما هست، یه ضربه از راه دور زده میشه و فرصت عالی برای زدن گل. راجبش صحبت کردم باهاتون به نام لینگدو. یه فرصت خوب برای تیم ما، موقعیت هست برای حتی گل، ضربه رو میزنن جز کنار دروازه با فاصله کم به بیرون میره. هدف عمق دفاع تیم هند و به هر حال پاس‌های کوتاه اونجا مثل همین صحنه باز هم می‌بینید. حالا یه پاس کوتاه، یه فرصت دیگه و یه پاس به جلوی خوب این بار برای تیم ما. اولین گل رو هم که می‌بینید اینجا بله سردار آزمون به ثمر میرسونه با همون کار تاکتیکی که ما همیشه انجام میدیم. پس گل برای ایران به ثمر میرسه. 1-0 تیم ایران جلو میفته و خوشحالی پرچم به دستان ایرانی در ورزشگاه را هم میبینید. سردار باز هم برای تیم ما گل میزنه. نگاه کنیم باز هم آندرانیک تیموریان با همون روش خودش و این حرکت در واقع یه دوگانگی اونجا به وجود بیاد. این ضربه اول، این هم ضربه دوم که به ثمر میرسه. نای هالدر، فرانسیس فرناندز، دمپال گانش، رومئو فرناندز و دو بازیکن خوبشون در خط حملهشون، یکی لوبکوها و بازیکن شماره 17. اینجا هم اولین حرکت و اولین حمله از تیم ایران رو در نیمه دوم می‌بینیم. ببینیم در ادامه بچه‌های ما در مقابل تیم هند چه خواهند کرد. بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 که ببینیم در مقابل این تیم ما ابتدا چه می‌کنیم، بعد به عمان و سایر بازی‌های برگشت برسیم و در نهایت هم بازی‌های مراحل بعدی. یه فرصت برای گل، بله توی دروازه گل دوم هم به ثمر میرسه و آندرانیک تیموریان این گل رو میزنه. ولی خب باید این هم بدونیم که داریم در مقابل هند بازی میکنیم و امیدواریم که از این پیروزی‌های روحیه ساز تیم روحیه‌اش افزایش پیدا بکنه، مردم به همین ترتیب تا بریم به تیم‌های بزرگتری مثل کره و ژاپن و استرالیا و سایر تیم‌ها برسیم. صعود به جام جهانی 2018 اصلاً آسون نیست. یه موقعیت دیگه به نظر میسه که بچه‌ها میخوان تعداد گل‌هاشون رو بیشتر کنن تو این نیمه. باز هم فرصت، موقعیت، حالا یه حرکت، یه گل میتونه به ثمر برسه و میرسه. 3-0. طارمی هم نقشی در این گل‌ها و در این پیروزی داره. اینجا با کفش صورتی خودش توپ رو وارد دروازه میکنه مهدی طارمی. البته همرنگ کفشای مدافع هند و سردار آزمون هم هست کفشای اون. دو تا گل تقریبا یه شکل در نیمه دوم بچه‌ها به ثمر رسوندن. به دروازه تیم هند یه ضربه سر که از بالای دروازه ضربه طارمی به بیرون میره. آفساید هم نبود، بازی همچنان دنبال میشه بیرون. یه شوت میتونه گل بر مقام بیاره که دژاگه توپش رو به بالا میزنه. یه پاس خوب، فرصت برای تیم ایران در یه ضد حمله. از این طرف هم اشکال حرکت میکنه اما توپ برمیگرده. دوباره همچنان ادامه داره حمله. یه شوت از راه دور و ضربه که به بیرون میره. جالبه که هندی ها از وقت کشی تیم ما گله میکنن به داور. یه ضربه سر میتونه تبدیل به گل بشه. جلال حسینی حتما زده این سر. حالا به سمت دروازه یه ضربه سر، یه موقعیت. حالا این میتونه موقعیت جدی از تیم هند باشه در دروازه ما. شماره 21 بازیکن تازه نفسشون این کرنر رو میزنه به سمت دروازه. یه ضربه سر خطرناک، انگار باز هم کرنر شده. حالا ضد حمله تیم ما میتونه تبدیل به گل چهارم بشه. نه، باز هم تیم هند یه شوت از راه دور از بازیکن شماره 20.
به بیرون، فرصت برای شوت از راه دور. چه شوتی هم هست. دوباره موقع برای شوت از راه دور. این بار هم امتحان میکنه آنتونی تیلوریا. آج صفی میزنه و از کنار دروازه توپش به بیرون میره. یه شوت از راه دور و نمود داشت که این جوون انزلی چه قدرتی داره. ضربه رو میزنن و از راه دور. این هم ششمین شوتشون که باز هم تو چارچوب نیست. که استفان کنستانتین مربی تیم فوتبال هند رو در تصویر میبینید و به همین خاطر بازیکن زیاد دوست ندارن که درگیر بشن. حالا یه فرصت برای گل چهارم که باز هم به ثمر نمیرسه. باز هم اشکان دژاگه کاملا میبینید چپ راست وسط همه جای زمین به عنوان یک مهاجم حضور داره اشکان. باز هم دژاگه. بچه‌ها هی پاسو به اون میدن که او گلی بزنه، اما انگار عرض کردم شب اشکان نیست. ملاحظه میکنید که امشب بازی انگلیس سوئیس از رقابت‌های مقدماتی یورو 2016 پخش خواهد شد. یه ضربه برای تیم ما، ضربه نهایی که میتونه به گل چهارم ختم بشه که ضربه عزت اللهی این اتفاق رو پیش نمیاد. یه چیزی هم به پایان بازی دیگه اون موقع میگفتم باقی نمونده که حالا دیگه میبینید سوت پایان هم به صدا